من آمدم که با شما باشم و در این روز شما را صدقاً تبریک کنم. همه شما سزاوار جایزه و راه خطا هستید. قرصک برای مهنت حلال خودتان بزنید. اینجا من به یک رویخط دادم، یک رویخط قریب 78 نام نفری بعضی بلاگرایی که قطار شما و بعضی که در اساسیاسیون شما کار نمیکنن خودشون همچون بلاگر معرفی میکنن. من باید نام اونا را میگرفتم و گفتم که نام همینا من نمیگیرم برای که ارزش ندارن همونا. برای هوای میرویم به صفت کاری خوبی بلاگران جمهوری تاجیکستان. من ولی همراه خودم توخه نیستم، یک هنرمندم هست بود نیمچه بلاگر. اگر خواهش باشد یک قرصک قبول میکنیم. اینم نیمچه بلاگر. بیا سلام علیکم. چی وقتی فقط نسترین یک باور کنه دنیا همین خیلی بودن خستن دارد افتیدن دارد یک روز تابون والیده 10 روز دیگه نسترین برای چون که این تنظیم اوانی قدر مقصد برادرای قدر سخنان خوب چی باید نستریان بگیرید؟ من به همه اینا شروع نمیکنم. همین رسانه‌های اجتماعی میدونم که اینترنت خدا گیره ریشش قاق شود تیک تاک همین کسی میگه میگه پرویزی قب میگه پرویزی یازدست باشد. بچه خاطر اویله خودم گشتن نمیتونم میگم قب فلان بیمدم این چی گپ نه. مثلا اینا بید رکلام ها میشود ناجور چارچوبه و تغییر نمیگیرن. مردم تاجیک با عموما تغییر نمیگیرن. اون جگریخته یا بربری زنکای ملایم خونوک بنا میخورن. چی بکنن؟ بجای که خانش اینا گلکای نگاه کنن با رکلام میکنن. خداتون رو فسون کنه برای که شواتون پیش زنی دویم و سیم من حیران میشم. خواهرها همه ما خواهر داریم، همسر داریم، مادر داریم، همین هم خواهرم. بعضی همین رولیکایی که بیشتر که با چارچوبه نمیدونم لازم نیست. چی میگه؟ خودتون زنای یکم خودتون فسون کنین خوشون کنین که شوهرتون پیش شوی دویچه پیش محبوبه نرود. سه و چهارم ده. با من چی میگم از این صحنه بلند که همون همسر یکم 8 تا 10 تا فرزند دارد. انا و همسر یکمی که ایراد میگیرن خونه میگرد، در میگرد، خسور میگرد، خوشتامن میگرد، حرمت میگرد، تعلیم میگرد، تعلیم و تربیه بچه هاشم میکند که خونن، عالی شوند، صاحب معلومات شوند و پرچم بردار جمهوری تاجیکستان شوند. الان وقتی یکم ایده ایراد میگیرن قرصک برای زنهای خانشین که واقعا همین گونه. انا بعد بیچاره خیلی فرصت یاد که همین خودش فسون کردن گیره. لیک خیلی بیا یه هفته به یه بار خودش فسون میکند بیام. بگای جمعه بگای دوشنبه. در کار نیست. اگر مثلا اینا بیرون نفرایی که هستن که نه خانه دارن نه شوهر دارن محبوبه چهارم پنجم بعضی ها هستن. بکار در پیش آینه 16 خدا کشم پرداز کرده روش 7 قوت کراسکت زرده یورا لیمون کرده یورا لوکس کرده پاریکا زده میجای پلاسماسی زده پیش پلاستیس که پرز رفته خدا کشم جراحی کرده شای کلان مایده کرده بینی طرف کوتاه کرده الهی اوبال همین بینی گیرک بیا لای نبودگی براورده مردود علیم تکتا این تکتا داشته گاه با داشته میخواهش پاشا دوباره ماده حالا با چی؟ با خداشونه برده پیش پلاستیس که اپریس خواه کرده دو قبوزه چپ و راسته کرده میان باری کرده پایان کلون کرده روغن آتش گرفته بعضی حالتا در دیگه جا زده پلاس کتگی کرده بعضی مردکای آیلدار را یفته خونی باید گرفته باید بدبختی مردک رنگ کشکار قطعای این آمده خونی پلاستیسکی اپریسش باریده انا با رستوران رفته خود جازه مونده شده رستوران رفته خطی همون شوهری به اون زنه گرفتگی داده استراحت کرده کلن کشیده ویدیو کرده در اینستاگرام تیک تاک پرتافته زندگی همه زنی بیچاره را ویران کرده مگاپایتا را حل کرده کار جزیر کرده دنیا را ویران کرده
پلیس دوشنبه قپیده صورت گرفته دوشنبه پلیس قپیده آگاهی کرده بخشش پرسیده با تکرار شده بخشم همونجا معقول شده دویم باره رفته یک قفک زیبا دویم باره اصلاح شده ایدافه برده 15 روز محکم کرده تقصیر همین برو آمده بعضی چیزای پیشنهاد کرده شب عشق عاشقاتون دراز میشد گفته لشدین سیل زده مردکای اره بیروحت کرده حتی 60 ساله 70 ساله ها گستینسر رفته لشدین سیل زده دلش کفیده مرده خودم به چشم خودم دیده و خدا قسم من همین کارا آورده رسانده یکی اکه بختیار آه. یکی عزتی نه باید همیشه ما زنها را احترام کنیم اکه بختیار واقعا زن هر نواری که میگیرم با فایده زنا باشه به خاطر اینکه تمام روی دنیا ما را میبینم بله. شخصا برای من زیبایی زن مهم نیست خنده زیبایی زن برای هر یک نفر مهم نباشه تشکر. اما روز دیگه خدا دادگه همون زیباترین میشه واقعا خندت زن خندت زن اجرا می‌کنم شخصا برای من زیبایی زن مهم نیست در آفرین. زندگی اگر زیبایی زن برات مهم نباشه ان که در زندگی برکت ببینی آفرین. برادر همین زیبایی زن برای مهم نیست خندت زن زیبایی زنم برای مهم نیست همین سمی گلونی بزم نباشه تو کسان رنگ تو بیفایمال بالا میبریم بالا یکم میگن زن اگر آتش نمیشد خام میمانده ما رسیده باده در جام مانده ما زن اگر ما رو نمیبخشید دوباره بردوام بی تخلص بی نسب بی نام میمانده ما یک کلسک باید خود زنا بزنه زن اگر آتش روش 3 بار آتش بگو زن اگر آتش اگان نمیشد چی گم شد بود زن اگر آتش نمیشد ولی ما مردکا 3-4 زنی بگرفته یک جهان تشکر با اساتید بلگاری وکا در مدت 2 سال قریب که همه را در چاچوبه در آوردن اکا اون نفرانی که مثلا نوار بیزه بگیرن اساتید فریاد بکنن اول میفهمن با زبان تاجیکی اگر روس باشه با زبان روسی اگر ازبکی خیتای با خیتای انگلیسی بنویسی میفهمن خوب اکا اگر اصلاحش اصلاح اگر نشد باید مقامات اصلاحش بکنن همین خاطر احترام داشتن در کار واقعا بلوگر محترم میخوام یک چیز یادداشت شوم که هر همون образ شما میآفرین نوار میگیرین همین تمامی روی دنیا میبیند سیاحانی که میخوان با تاجیکستان بیان سراور میخوان اخبارات گیرن اول نوارهای شما میبرد همونو میبینن به همین خاطر سعی شما بسیار خوب میشود که برای وارد شدن و هم میتونن که با شما با یک همین ناجام نوار میتونن که علاقه چی ناآمدن همین سیاحا رو مدیریت شدن در کاره از این خاطر بار دیگر به همه شما چی زن مرد پیر برنو موفقیت تمنا میکنم یکی با یک قسمتی هستن که بلاگر نیستن خودشون بلاگر میگن همه روز در اینستاگرام و تلگرام هستن در موتر بعضی هوای ماشینا بس 20 بار میبره با همه خیلی از این خاطر ما با شما فخر میکنیم تاجیکستان با شما فخر میکند باوری کامل دارم برای تاجیکستان صادقانه همه ما و شما خدمت میکنیم یک جهان تشکر برای مهنتاتون دوستان گرامی قدر پیش از صحنه ترک کردنم میخوام یک چیز یادداشت شوم تاجیکستان وطن ما خانه ما و شما یک حالت میخوام یادداشت شوم گرچند که شما انتظارم نباشین همین در نقشم نبود که من میگم مدتی انقریب 6 ماه میشود که در شهر کانیبادان واقعا بسیار مدهش رفته ایستاده بسیار دوستان گرامی قدر من همچنین همین شهروند تمام این مردم تاجیکستان در غم بود در اندوه بود که همین آدمکشا قاتلا آدم سیرت و حیوان طبیعت یک جا پیدا شدگی لیکن یک جهان تشکر به کارمندان وزارت کارهای داخله پروکراتورای جمهوری تاجیکستان
кумитаи давлати амнияти миллии ҷумҳурии тоҷикистон, раёсати корҳои дохилаи вилояти суғду шӯъбаи корҳои дохилаи ана шаҳри Конибодон хоҳиш мекунам бен ҳамин қотиларо ёфт кардам ҳама каса айҷои хеста барои пагондоро ба қавле барои кормандои сохтораи қудратӣ сидқан як қарзаки зебо мекунем мо даста боло барои ҷони кормандони сохторҳои қудратии ҷумҳурии Тоҷикистон як ҷаҳон ташаккур ва боз мегӯм